سلام دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال ما. امروز نوار ما سر می شود از падарка ها. این падарка ها رو برای محمد جان، برای یاسین جان تیار کردم. اینش برای شوهرم پتید. من اینها رو برای شوهرم خریدم. فوتبولکا شیم، صابون چرنی تیمین گرفتم. خیلی فایده آور است. دوخی خریدم. یک تیلا خریدم. میدونم برای مرد تیلا حرام است، خدا نشان ندهد و روزایی پست بم میتونی فروخته. شوهری ما این تیلا رو نمی کنن. به نیتی فرزندان گرام میمانیم انشاءالله. در اینجا من سوشی تیار نمودم. مولت فروکت همه خیلی تیار نمودم. تورت پختم. گریل پختم. ریسپتین ها رو در ویلوگ آینده انشاءالله که میمونم تماشا میکنیم دوستان. رحمت که تا آخر با ما بوده دوستان. برای پدران و برادران عید مبارک. خداوند این در پناهش نگه دارد دوستانم. این بود دسترخوان هکسоронаи ایدانه ما. موقع در امان الله باشین دوستانم. دستگیری کردن رو فراموش نکنید.